الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امام نسائی در صحیحشان، امام نسائی یکی از 6 محدثانی که حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را روایت کردند. از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه یک روایت بسیار عجیب میکنند. سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه میگویند که روز فتح مکه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد فتح مکه تمام اهل مکه را بخشیدند. اذهبوا فانتم الطلقاء، گفتند روید شما آزاد. همان مشرکایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را اذیت داده بودند، صحابه ها را اذیت داده بودند، دشمنی کرده بودند، چقدر دشواری ها، چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها اذیت کشیده بودند، همه آنها را بخشیدند. سعد ابن ابی وقاص میگویند که مگر 6 نفر، سبحان الله، همه را بخشیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم. 6 نفر را، 4 مرد و 2 زن. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی گفتند که اقتلوهم و ان وجدتموهم متعلقین باستار الکعبه. یا الله، گفتند که آنها رو بکشید، اگرچه در پرده های کعبه هم آنها خودشان را آویزان کنند، کشید. گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم. عجیب، برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم همه رو بخشیدن، اما این 6 نفر رو گفتن که نه، آنها رو در کجایی باشد کشید. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی این حدیث رو میخوندم بسیار تعجب میکردم که برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم همه رو بخشیدن مگر همین 4 نفر رو. وقتی در شرح حدیث دیدم و ترجمه حال این 6 نفر رو دیدم، این 6 نفر در عموم به 3 گروه تقسیم می شود. آنها که هستند اکرمه ابن ابی جهل، یکی از آنها ابو جهل، پسر ابو جهل، یعنی یکم گروه نظام حکم حاکما بودند. آنها سرداران اهل قریش و اهل مکه بودند، سرداران نظام کفر. این یکم گروه. دوم گروه اوباشا، یکی از آنها مثلا مخیاس ابن سبابه، مثلا یک نفری که مثلا دادرش کشته می شود، خطا، یک صحابه خطا کرده دادرش رو میکشد و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده من مسلمان شدم، گفته نفاقا منافق شده، در داخلش کفر بود، ظاهرا میگه که من مسلمان شدم، میگه دیه خونپولی دادرم را طلب میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خونپولی دادرش را جمع کرده میدهم، پول را مبلغ را میگیرد و بعد یک چند مدت چیکار میکنه؟ کافر میشه، از اسلام روی میگردونه و پیش از به مکه گریخته رفتنش همون نفری که دادرش را خطاگی کرده کشته مونده بود، همون را قاپیده کشته به مکه میگریزد. یعنی اوباش، یک اوباش. این باز یک گروه. و یک گروه دیگرش آنها اهل اعلام بودن، یعنی رسانه ها در دستشان بود، شعر میگفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم را، صحابه ها را، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را دشنام میدادن. 3 گروه مردم را، گرچنده که آنها 6 نفر، در بعضی روایت ها تا 10 نفر آمدگی هستند، اما با نام ذکر شدگیش همین 6 نفر پیامبر صلی الله علیه و سلم همون 2 جاریه، 2 کنیزی که شعر گفته رقاصی کرده صحابه ها و مسلمان ها رو دشنام میداد و هجوم میکرد، آنها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ کشید. گفتن نظام حکم و اوباشا و آنهایی که چیکار میکردن؟ مردم رو با شعر و با سخنهای خود گمراه میکردن. یعنی با اصطلاح امروزه گیریم آنهایی که رسانه در دستشان است، یا بعضی نفرهایی که کانال میکشویند و مردم رو گمراه میکنند. یک نفرش وحی رو مینویست، مرتد شد، رفت و به قریش میگفت که من وحی رو مینویستم، تغییر میدادم، یعنی شکاکی میکرد. یعنی آن نفری که عقیده اش باطل شده امروز بعضی نفرهای برآمده چیکار کرده ایستادن؟ برای گمراهی اهل اسلام کوشش کرده ایستادن، به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان درازی کرده ایستادن.
یا در حق مسلمان ها، در حق صحابه ها سخن درازی میکند، سخنهایی میگوید که نعوذ بالله انسان را از دین خارج میکند. بعد ترجمه حال آنها را خواندن و بعد فهمیدم که برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه نفرها را چی گفتن؟ در کعبه آوردن به قتل برسانید گفتن. واقعا 2 نفر آنها به قتل رسانیده میشود و یک تاش را که همراه عثمان ابن عفان رضی الله عنه از یک مادر شیر نوشیده بود، برادری رضاعتی عثمان بود، به خانه عثمان پنهان میشود و عثمان رضی الله عنه او را گرفته به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میبرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی تمام اهل مکه آمده با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکند و او نیز با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردنی میشود. عثمان میگن یا رسول الله همراه او بیعت کنید، او را اسلامش را قبول کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم سر میبردارند، سرشان را میفرورند. دویم بار طلب میکنند، باز هم نگاه میکنند، باز رویشان را میگردانند. 3 بار پیامبر صلی الله علیه و سلم از او روی گرداندند. وقتی 3م بار عثمان رضی الله عنه خواهش کردند که بیعت کنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. بعد رفتنش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اما کان فیکم رجل رشید، از بین شما یک انسان عاقل پیدا نشد که سر زند همون را؟ دیدید که 3 مرتبه من گرداندم و سرسخت را، برای چی نه؟ صحابه گفتن که یا رسول الله ما نفهمیدیم. یک چشمک میزدید، با یک چشمتون اشاره میکرده نمیخواد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که نه هرگز ما کان لنبی ان یکون له خائنة اعین، هرگز چشم پیامبر، یگان نبی یگان پیامبر چشم خیانتکار نداشت و من هم نمیتونم که با چشمم اشاره کنم. از همین کاری که من کردم شما باید میفهمیدید و او رو سر میزدید. ولی شدگی کار شد، گفتی گپ‌ها و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. خلاصه معلوم میشود که در جامعه بعضی نفرها هستند که مثل یک ورم خبیث، تصور کنید یک انسان یک عضوش ورم خبیث سرطان شده است یا گفتی گپ‌ها کسل رگ شده است، باید عملیه کند، باید یک اپراتسی کرده و یک تازه کرده بریده پرتفتن در کار. و ورم اگر از جامعه دور کردن نشود عاقبت به هلاک جامعه برده میرساند، انسان را به مرگ میرساند. همچنین بعضی نفرهایی که بیمار سرسخت، انسانهایی که بسیار قلبشان سیاه شده است و یک بدبینی نسبت مسلمان ها در قلبشان مهر زده شده است، آنها باید که از جامعه تازه کرده شوند. الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم که قلبهای ما و شما را تازه و پاکیزه گرداند و الله سبحانه و تعالی آنهایی که امروز در جامعه فسادکاری کرده ایستاده اند، الله سبحانه و تعالی جامعه ما و شما را از این و از چنین نفرها تازه و پاکیزه بگرداند.